سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام. ما و شما باور کنین امروز کارهای دنیوی بسیاری که در ما و شما می افتد فقط و فقط خیال ما و شما به سوی مخلوق خدا هست و به سوی خدا نیست. از کدام راه بیابیم تا که با فلانی مثال واصل شویم، با فلانی پیوست شویم، تا که از فلانی یک مدد بگیریم، لیکن از خدای خود ما و شما این نیاز و این حاجت ما طلب نمی کنیم. اگر ما و شما شبانه است یا روزانه است، هر ساعتی نباشد، اگر ما و شما از خدای خود دستی به دعا برداریم و طلب کنیم که پروردگارا فلان مهمات مرا حل بساز، خداوند در حال حلش میسازد، فلانی را سبب میگرداند تا که کار تو چی شود؟ حل شود. از این خاطر از همه شما طبق این حدیث، طبق این آیت های کریمه، مقصد ما چی است؟ این است که هر حاجتی که بر شما میغلطد اولا از خدای خود طلب کنید. هر مشکلاتی که در زندگی شما، در خاندان شما میافتد، شما اولا حل شدن این مشکلات از خدا طلب کنید، بعدا نزد مخلوقش برین، انشاءالله چی است؟ حاجت شما برآورده میشه. یک صحابه بود به نام ابو معاف تاجر بودند، بسیار محب خدا و پیغمبر خدا بودند. یک زمان میگد و تجارت برآمد، در راه با یک راهزنی میگد، با یک آدمی که از خدا و پیغمبر خدا دور است روپرو شدند. اون کس میگد سواره اسب بود و در دستش یک شمشیری داشت و میگد با این ابو معاف تهدید کرد و ابو معاف گفت من میدانم مراد تو گرفتن همین مال و اسباب انجام من است، من بر این راضی هستم. لیکن این مرد میگد نه، گفت اسباب انجام تو را از خود میکنم و به ضمن این باز خون تو را چکار میکنم؟ میریزانم و تو را قتل میکنم. البته راهزن، کسی که از خدا نمیترسد، برای او ریزاندن خون، چی پیغمبر باشد، چی عالم باشد، چی کسی نباشد، برای او هیچ اهمیتی ندارد. این مرد وقتی که میگه این سخن شنید، یک بیشه خالی، در حال که محب خدا بود و راهی از این شکنجه خلاص شدنش بجز از خدا دیگر از هیچ چیز ندانست، اگر جای نماز خدا پرتافت، گفت اگر رخصت باشد 2 رکعت نماز پیش از آنی که من به هلاکت میرسم، 2 رکعت نماز به سوی خدای خود بخوانم، بعدا مرحمت هر چیزی که میخوای کردن بگیر. حضرت میگه 2 رکعت نماز خواندن و بعد نماز میگه از صدق دل دستی به دعا برداشتند و از خدای خود زاره کردند. پروردگار را گفتند تو خود بینا هستی، تو خود شنوا هستی، من یکی از محب تو، محب پیغمبر تو هستم، بجز راه حلال دیگر هیچ راه را برای خود انتخاب نکردم. تجارت میکنم، فرزندهای خود ما از حساب مهنت خودم میخورانم، امروز در این ظالمی تو گرفتار شدم، پروردگارا یک راه نجات برای من نصیب بگردان. خدایا من میدانم تو به تمام کار قادر هستی، خدایا مرا ناامید نساز. این بنده میگد با یک آب چشم، با یک صدق دل از خدای خود میگد تضرع و زاری کرد و مجرد میگه از بالای جای نماز خیست، نگاه کرد که یک اسب بالاش کسی سوار است و با یک سرعت بلند به سوی همین بنده چکار میکند؟ حرکت میکند. نزدیک شد، میگه شمشیر خدا میگه کشید و به گردن همین ظالم چکار کرد؟ زد. این بنده حیران شد، گفت ای دوستی خدا تو کی هستی که در یک زمان حاضر شدی که برای من بسیار بسیار تو لازمی بودی؟ گفت من ملائک از ملائک خدا هستم.
وقتی تو فریاد زدی که ای فریاد رس به داد من برس، ای فریاد رس به داد من برس، دروازه های گفت آسمان خدا کشاده کرد و تمام ملائکه ها زاره و تولا داشتن که پروردگارا مرا روان کن، مرا روان کن. لیکن من هم که زاره و تولای بسیار کردم، خدا که دعا را دوست می دارد مرا روان کرد که رفته این بنده مرا از دست این ظالم خلاص بگردان. من آمدم و تو را به واسطه همین دعایی که کردی خلاصت گردانیدم و بر تمام امت رسول اکرم برسان. هر حاجتی که بر اونها میرسد 2 رکعت نماز بخوانند، از خدای عالمیان طلب کنند، خداوند هیچگاه دعای اونها را چکار نمیکند، رد نمیسازد.